آقا میشه امروز برم بیرون بازی کنم؟ میبریش بیرون؟ نه بابا نمیتونم. امروز با بچه‌ها برنامه داریم. با سوگند قرار داری؟ اینقدر صاف سوف کردی؟ سوگند کیه؟ کدوم سوگند؟ سوگند علی نابینا. خاک تو سرت. این همه دختر عقل بعد بری با دختر رفیق من بیشعور. داداشم نمیاد میذاری تنها برم بیرون؟ نه دفعه قبلی که گذاشتم تنها بری با ماشین اون غریبه رفته بودی دور. مجید. آره مرد مجید 40 سالشه اون. 40 سالشه ولی قلب جوونی داره. گفت چه میخندی؟ بابا مجید مواد فروشه، اینو میبره که طبیعی بشه لو نره. چی؟ چقدر داد؟ دفعه آخری 500 تومن بهم داد. برای 500. خاک تو سرم با این بچه بزرگ کردنم. جز آبروبری هیچی نداری شما. برم بیرون؟ معلومه که نه. ولی من دوست دارم بیرون بازی کنم. ای خدا اگه بذارم بری قول میدی ماشین غریبه سوار نشی؟ بعد اون غریبه پفکم داره؟ آره سوار میشم شک نکن. پس میمونی خونه بازی میکنی؟ نه شوخی کردم. خودت میدونی نمیتونم بهت اعتماد کنم. مطمئن باش سوار نمیشم. حتی اگه پفک داشت؟ حتی اگه پفک داشت. از اون درازا؟ در این حد دراز؟ آره همونقدر. میتونم ازش بپرسم چقدر درازه؟ نه تو نباید با غریبه‌ها صحبت کنی. باشه. بیا یه نقش بازی کنیم. من غریبم میخوام تو رو سوار ماشینم کنم. به تو که پا نمیدم. چی؟ هیچی. هی آقا پسر سلام غریبه. میای تو ماشینم بریم یه دور بزنیم؟ نه من اجازه ندارم با شما صحبت کنم. من پفک دارم. به پشمم که داری. 2 بسته دارم. 2 تا یا خدا چه خبرته؟ اوکی ممنون مرسی. نمیخوام. و بستنی میوه‌ای صورتی بستنی صورتی و پشمک. پشمک؟ بپر تو ماشین. بهش میگذارم. به بابام نگو ولی در باز کن میخوام شیشه بزنم.